سرخط مهمترین خبرها: هشداری آب و هواشناسان از هوای نامساعد. بانک ملی گفت چرا قرب اسعار در بانک‌ها فرق می‌کند و با 2 جوان تاجیک در روسیه فوت دیدند. سلام بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان می‌کنیم. امروز 27 می است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به اگنتی آب و هواشناسی میگوید امروز و فردا آب و هوای کشور نامساعد می شود. به اطلاع منبع شب 27 و 28 می در بعضی منطقه ها باران شدید و ژوله میبارد. وابسته به این کمیته حالت‌های فوق‌العاده بار دیگر به ساکنان و مهمانان کشور توصیه کرده است که در این روزها از رفتن به ساحل دریاها و دیگر مخزن‌های آب خودداری نموده سفرهای بی ضرورت با راه‌های کوهی و مسیرهای سیاحی خودداری کنند. از اهالی همچنین خواهش شده است در چنین روزهای سرباریش هنگام گذشتن از راه‌های کوهی و نزدیک کوهی احتیاطکار باشند. همچنین موقتا به غنوچین هیزم و جمع‌آوری زنبورق، ماهیداری و شکار نیز نروند. هفته گذشته هم تاجیکستان شاهد بارانگری‌های سخت و سیلخیزی‌ها بود که به ساکنان منطقه‌های گوناگون ضرر آورد. نشریه‌های محلی شهر یکاترینبورگ روسیه بعد از نصف روزی دیروز 26 می از مرگ فاجعه‌ای 2 مهاجر تاجیک خبر دادند. آنها در ساختمان یک بینای بسیار قبطه در کوچه ماسکوفسکایا کار می‌کردند. بنا به اطلاع نشریه پاویسکا، 2 شهروند تاجیکستان که در قبط 32 در داخل گهواره یا لولکا مشغول انجام کارهای ساختمانی بودند، ناگهان از این بلندی قریب 100 متر به زمین افتادند. областная газета خبر داده است که مرگ یک بار 2 کارگر آنچنان سر و صدا برپا کرد که حتی گنریخ گولیف، دادستان ناحیه لنین شهر یکاترینبورگ، شخصا خودش به جای حادثه آمده است. یکی از شاهدان به областная газета خبر داده است که این 2 مهاجر فوتیده تاجیک سالهای تولدشان 1989 و 1995 بوده است. گفته می شود رئیست تفتیشات ولایت سوردلوفسک در رابطه با این حادثه با اتهام ویران کردن قاعده های بی‌خطری هنگام انجام کارهای ساختمانی که از بی احتیاطی سبب مرگ 2 نفر شده است پرونده جنایتی گشودند. کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ فعلا خبرها درباره هلاکت 2 مهاجر تاجیک در مرکز این شهر را توضیح نداده است. همه ساله در روسیه تا 1000 مهاجر تاجیک که برای دریافت کار و زندگی بهتر به این کشور سفر میکنند با سبب‌های مختلف میمیرند. بیننده های عزیز، بسیاری از شما از ما سوال میکنید که چرا هنگام گرفتن مبلغ قرب روبل از قرب معین کرده بانک ملی تاجیکستان فرق میکند و چرا بانک ها قرب‌های گوناگون مقرر میکنند. مسئولین بانک ملی تاجیکستان با پاسخ به این سوال در نشریه آزیا پلوس اظهار نمودند که قرب رسمی مبادله‌ای که همه روزه از جانب این بانک مقرر کرده می شود قرب خرید یا فروش اسعار خارجی نیست. به اطلاع بانک ملی قرب رسمی همه روزه از جانب بانک با مقصد به حسابگیری محاسبی و حساب نمودن مبلغ‌های پرداخت‌های گمرکی مقرر کرده می شود. از این خاطر با نوشته بانک ملی قرب رسمی قرب خرید و یا فروش اسعار خارجی نبوده، بانک ملی و یا تشکیلات‌های قرضی مالیوی عهده‌دار نیستند که با این قرب اسعار خارجی را خرند و یا بفروشند. بانک ملی میگوید قرب عملیاتی مبادله‌ای یعنی قرب خرید و فروش اسعار خارجی را تشکیلات‌های قرضی مالیوی وابسته به طلبات و تکلیفات به اسعار خارجی در بازار داخلی اسعار مستقلانه مقرر می‌نمایند. به این خاطر به گفته بانک ملی قرب عملیاتی مبادله‌ای در تشکیلات‌های قرضی مالیوی گوناگون میباشد. همچنین به اطلاع بانک ملی قرب مبادله‌ای مبلغ‌های انتقالی قرب می باشد که همه روزه از جانب بانک ملی برای با پول ملی عوض کردن مبلغ‌های از خارجه انتقال شده علل خصوص روبل روسی معین و اعلام کرده می شود. بانک ملی تاکید کرده است که قرب مبادله‌ای مبلغ‌های انتقالی برای همه تشکیلات قرضی مالیوی یک خیل مقرر کرده می شود و آنها وظیفه دار هستند که با همین قرب بر عوض روبل روسی از خارجه انتقال شده به مشتریان پول ملی یعنی سومونی دهند. قرب مقرر نموده بانک ملی تاجیکستان برای امروز 27 می 1000 روبل با 173 سومونی برابر است.
گروهی از هنرمندان و دوستداران موسیقی در شهر خوجند برنامه نوی را اجرا کردند که بینندگانش را به خاطره‌های 40 سال پیش برد. هدف نه تنها تاکید بر حسرت جوانی‌های رفته یک نسل بود، بلکه همچنین یک نگاه به تاریخ گذشته موسیقی. با باور آنها با وجود دیواری آهنین شوروی نخستین آهنگ‌های دیسکو در پیروی به موسیقی غرب پیدا شدند. همکارم فرزان محمدی به این کنسرت رفت و از آن گزارش می‌دهد. رستم عظیمی سرآینده جوان تاجیک و اعضای دسته ار گروپ بار اول در سابقه هنریشان سرودهایی را اجرا کردند که تعریف آنها را از پدر و بابایان خویش شنیدند. این سبک موسیقی بیشتر در سالهای 80 عصر گذشته مشهور بود. ما با همراهی رژیسوران کمی صحبت کردیم داریم با بچه‌تر باشد و خود قریب که یک هفته از اینترنت ها جستجو کردم طرز لباس پوشی آن سال رو، طرز آهنگ های و همون ضرب های زدن بیت های میگن در موسیقی که مانند باشد، همه طرف هم مانند باشد. قریب زیاده از 2 ماه ما سر این موضوع کار کردیم، همراهی بزرگان نشستیم، مصلحت ها گرفتیم. رستم جان همون لباس هایی که دوره 85 84 بود ما میپوشیدیم. ایام جوانی ما همه خیلی گذشت. بعد امروز با آمده هنرنمایی ما رو رستم جان همون ایام جوانی ما رو یادبود کرده، من ما رو خرسند کرد و هم کسبای من هم سالای من رو ما خوش آمد چاق کرد. هنرپیشگان و مخلصان آن سالها را دوره آغاز ترانه‌های استرادی می‌نامند که پایه موسیقی امروزه پاپ را گذاشتند و هنوز هم شیفتگان خود را دارند. بعضی از آن گروه‌های هنری و آوازخوان‌ها که آن زمان مشهور بودند حالا نیستند و یا کمرنگ گشتند. من اگر اتحادیه شوروی گیریم اگر باز انسامبل‌های به مانند گلوشن انسامبل یالا بود که در تمام اتفاق شوروی مشهور بود. از بلاروسی پسنیاری بود. خیلی از فدراسیون روسیه گویم بسیارتر زیبلیانی بود. سمتسویتی خیلی گروه‌های معروف ترین بودند. خیلی حافظانی که استراد نمایشنامه حافظان خلقی به مثال استاد جربی مرود بودند. بسیار در تمام اتحاد شوروی البته مشهور بودند. به مانند آلپوگچوف و کابزون. عادتاً در عرفیات میگویند که یک دیگ و 2 تا کاغذ دمی جوش کرد. اعظمخان اکبرов رهبر شرکت تلویزیون و رادیو آزیا و گرداننده محفل‌های هنرمندان هم خود را یکی از تشبسکاران احیای این نوع موسیقی می‌داند و چند سال آخر با راه‌اندازی لایحه‌ای در موج خاطره‌ها برنامه‌های بازخوانی ترانه‌های پیشینه را برگزار کرد. رستم عظیمی آوازخوان 33 ساله تاجیک میگوید با پیشنهاد این نوع موسیقی برای اشتراک در برنامه کنسرتیش طول 4 روز و در 6 بست هواداران زیاد جمع شدند و از آن استقبال کردند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بخازاده همراه می‌بینیم. بیست و هفتم می سال 2009 در تاجیکستان با پیشنهاد پرزیدنت مقام امبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان تأسیس و حقوقشناس ظریف علیزاده به این وظیفه تعیین شد. بسیاری ها از جاری شدن چنین یک مقام استقبال کردند، ولی با گذشت وقت برای مستقل نبودن این مقام و خاموشیش در برابر پرونده های پرسر و صدای مربوط به شکنجه بود حبس های دعوایی انتقاد کردند. ظریف علیزاده همیشه گفته است که در تاجیکستان زندانی های سیاسی وجود ندارند. 27 می سال 2008 در شهر کولاب عملیات بازداشت اعضای گروه سهراب لنگریف برپا شد که 15 ساعت ادامه کرد. این گروه در قاچاق مواد مخدر گناهکار میشد. دادگاه عالی تاجیکستان 1 سال بعد نور محمد سفر و سهراب لنگریف، پسر و داماد سنگک سفر فرمانده سابق فرانت خلقی و همچنین 6 تن دیگر را با جرم دست داشتند در مخالفت مسلحانه علیه دولت، قاچاق بزرگ مواد مخدر و مرزشکنی به حبس 1 عمری محکوم کرد. 27 می سال 1945 اپرا سرای معروف تاجیک برهان محمد قولوف تولد شده است. این هنرمند مردمی
тоҷикистон ки дар як саҳна бо аҳмад бобоқулов шоиста муллоҷонова ва дигарҳо ҳунарнамоӣ кардааст, то имрӯз ситораи саҳнаи театри операву балети ба номи Садриддин Айнии Душанбе мемонад. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. бароятон истироҳати хуб орзумандам. то барномаи баъди, худо нигаҳбонатон.